درود، من آرتینم. خیلی خوشحالم که بالاخره عزممو جذب کردم و شروع کردم این ویدیو رو ضبط کنم. یه موزیسین ایرانیم، نزدیک 1 سال که امارات زندگی میکنم و ما قراره توی این چند تا ویدیو یک بار برای همیشه پرونده تئوری موسیقی رو ببندیم. کلا آقا ببندیمش دیگه، چون اصلا یه معضلیه برای همه. خیلی از ماها دیدمون نسبت به تئوری موسیقی اینجوریه. خب نباید اینجوری باشه. چرا؟ چون ببین اصلا تئوری موسیقی رو یکی از چیزایی که میتونم خیلی راحت بهت بگم و میتونه بهت کمک کنه این تغییر دیدگاه نسبت بهش، اینه که به دید یک ابزار ببین. تویی که میخوای بیت رپ بزنی، پرودیوسرشی چند وقت دیگه، تویی که حتی داری موزیک کلاسیک کار میکنی، میخوای راک و متال بزنی، هر چیزی، ببین ما هر کاریو که میخوایم انجام بدیم نیاز داریم یه علم و یک نالجی نسبت بهش داشته باشیم. و این تئوری موسیقی اینجوری نیستش که بخوای مثل ریاضی و مثلا فیزیک مدرسه فرمول حفظ کنی الکی واسه خودت تو مخیش کنی. ما توی این مسیری که با هم قرار میگیریم فقط قراره هر چیزی به ما یک سری راه نشون بده، آپشن بهمون بده. یعنی من وقتی میام مثلا چند تا گام مختلفو که حالا بعدا راجع به گام همه اینا صحبت میکنیم یاد میگیرم، اینا میان چیکار میکنم؟ میان به من یاد میدن که آقا من از اون سردرگمی که برام وجود داره، اینکه چجوری روی این نوتای میدی کیبوردم جلو برم یا مثلا آکوردامو چجوری انتخاب کنم، میخوایم از این سردرگمی در بیاییم. بدونیم آقا من وقتی مثلا دارم یه آکورد می ماژور میزنم از چه نوتایی میتونم استفاده کنم، بعد از می ماژورم اگر روی این آکورد برم چی میشه، رو اون آکورد برم چی میشه. خیلی باحاله، خیلی دنیای باحالیه. اینو از طرف من قبول کن و سعی میکنیم این دوره رو خیلی کوتاه برگزار کنیم، تایم ویدیو کوتاه بشه براتون و باحال و ساده. پس فقط تا آخر این ویدیو همراه باش با ما و اگر دوست داشتی ویدیو رو لایک کن، کامنت بذار، چنل رو سابسکرایب کن، آیدی اینستاگرام و یوتیوب هم که هست برات. بیا بریم سراغ اولین پارتی که باید یاد بگیریم. قبل از این که وارد این دنیا شیم اولین چیز اینه که آقا باید حروفش رو بشناسیم، حرفاش یاد بگیریم. ما تو دنیای موسیقی حروفمون نوتامونن. اوکی؟ بیا اول با هم نوتا رو بررسی کنیم. من یه سری نوت دارم که اسم هر کدومشون رو میگم، همزمان شما اون رو روی گیتار، پیانو میبینیدش و به صورت فرم نوشتاریش روی خطوط حالا کلیدایی که توی موسیقی استفاده میشه، چون کلیدای متفاوتی داریم. اولیش نوت دوه، نوت ر، می، فا، سول، لا، سی. اوکی، اینا رو باید خوب یاد بگیری. یعنی فرضاً وقتی داری روی پیانو، میدی کیبورد، گیتار یا هر سازی شروع میکنی به نواختن، باید بدونی کجای این دنیای موسیقی قرار داری. این نوته میاد موقعیت تو رو بهت نشون میده، یه کجای دانس وایستادی الان. به میدی کیبورد نگاه کن، یه سری کلاویه سفید دارم، یه سری کلاویه مشکی دارم. ما به این دکمه و سویچ هایی که روی پیانو وجود داره میگیم کلاویه. این نوتایی که الان اسمشون رو بهت گفتم، اینا همشون این سفیدن. میبینی دونه دونه اسمشون هم روشون نوشته. حالا حتما الان کم گیج شدی، خب من کجا تشخیص بدم اینو چجوریه داستانش؟ که ولم کن، میرم دو تا سمپل دانلود میکنم بیتمو میزنم. نه، صبر کن، چون با دونستن چیزایی که میخوام بهت بگم تو قرار خودت تبدیل به اون کسی بشی که بقیه بیان از سمپلای تو استفاده کنن. پس قطعا ارزششو داره. اولی موضوع، ببین ما یه سری کلاویه مشکی داریم که اینو بین بعضی از نوتا قرار گرفتن. بعضی از نوتا رو میبینی که 2 تا کلاویه سفید پشت هم دیگه.
آقا ما مگه نگفتیم نوت دو؟ دو دیگه، دو تا دونه، یک دو. به کلاویه مشکی دقت کن، ستای دوتایی و ستایی داره. اون دوتایی ها نوت سفید قبلیشون میشه دو. اوکی، پس داشتیم دو ره می فا sol لا سی. میبینی بین می و فا که بهت گفتم کلاویه مشکی وجود نداره. این نکته رو اینجا نگه دار برای خودت. حالا نگاه کن، بعد از نوت سی میرسیم دقیقاً به یه دو دیگه. دوباره دوتا کلاویه مشکی پشت هم دیگه بعد از نوت سفیدی که داریمش. ببین من وقتی از یک نوت شروع کنم و برسم به همون نوت دوباره، در واقع من از یک اکتاو استفاده کردم. ما به یک نوتی که ازش جلو میریم و میرسیم به همون نوت به یک صدای بالاتر یا یک صدای پایینتر میگیم یک اکتاو. اوکی؟ خیلی هم خوب. ببین بعد از دو ره یه نوت مشکی اینجاست، کلاویه مشکی رنگ. اسمش چیه به نظرت؟ میدونی؟ اوکی. ببین تا اینجا من با دو دسته نوت آشنا میشم. یا نوتایی که اصطلاحاً بهشون میگی نوت‌های بکار که میشن هم دو ره می فا sol لا سی، یا نوت‌های آنارمونیک یا دو اسمی. پس چی شدن آقا؟ مشکی ها یا آنارمونیکن یا دو اسمی. چی؟ آفرین. حالا من دارم میگم دو، بعدش میگم ره. وقتی میگم دو اسمی ناخودآگاه این میاد تو ذهنت که واسه قطعا اسم این باید ترکیبی از اسم این دوتا باشه. اوکی؟ ولی من میگم بهت اینو که ترکیب نیست، در واقع دو تا اسم داره. بیا با دو تا علامه نگارشی توی دنیای موسیقی آشنا شیم. یکی اینه، یکی هم اینه. به این میگم بمول یا فلت، به اون میگم دیز یا شارپ. اوکی؟ کار این چیه؟ این میاد میگه آقا من وقتی بعد از یه نوت قرار میگیرم منظور من نیم پرده قبلشه. همونجوری که اون یکی میگه من وقتی بعد از یه نوت قرار میگیرم منظورم نیم پرده قبلشه، بعدشه. یعنی بمول ما، فلت ما، نوت ما رو نیم پرده میکشه عقب، دیز یا شارپه نیم پرده میکشه جلو. حالا اصلا پرده چیه؟ ببین به فاصله این نوتایی که ما داریم روی کلاویه پیانومون میگیم مثلا نیم پرده اینا دارن جلو میرن. اوکی؟ پرده رو بعداً دقیق تعریف تئوریکش و اینا رو پیش میگیریم. برش کن فعلا. تا اینجا با من همراه باش که من الان نوت دو داشتم، بعدش نوت ره. گفتم این بموله داره میگه نیم پرده قبلش، دیزه داره میگه نیم پرده بعدش. اصلا پرده رو برش کن، میگه قبلش بعدش. اوکی آقا؟ بعد گفتم دو اسمیه دیگه. این نوتی که بین این دوتا قرار داره دو تا اسم داره. بعد چه نوتیه؟ ماشاءالله بعد دوه. قبل چیه؟ ره. پس اسمش چی میشه؟ یا دو دیز، یا به قول انگلیسی ها سی شارپ، یا ره بمول، یا دی فلت. اوکی؟ خیلی ایزی شد دیگه. آقا این بین دو تا نوته، یعنی فقط من کافیه نوت دو هم رو پیانو پیدا کنم، شروع کنم دونه دونه اون اسمایی که یاد گرفتم رو پیانو بزنم و جاشون رو یاد بگیرم. یعنی بدونم که من وقتی کلاویه‌ای که دارم بعد از کلاویه دو میزنم که بعد از اون دوتا مشکی است، باش قبل از دوتا مشکی است میزنمش، به ره میرسم. حالا اگر از دو تا جلوتر بزنم میه. اون دوتا سفید دیگه ای که بینشون فاصله نیست چسبیدم با اون کلاویه ستایی ها، اونی که قبل از کلاویه ستایی هست اسمش فاه، همونجوری که قبلیش میه. بعدم که میشه سولو لا و سی که قبل از دوه، و ای که قبل از اون جفت سفیدایی که قبل اون دوتا کلاویه مشکی است. حالا دونه دونه میایم جلو. گفتیم یه مشکی داریم بین دوره، اسمش چی میشد؟ شارپه. دیزه میگفت نیم پرده برو جلو،
بمول فلته میگفتیم این پرده بیا عقب، پس میشه قبلیه با دیز، بعدیه با بمول، دو دیز ره بمول. بعدی میشه بین چه نوتایی؟ آفرین، بین ره و میه. چی میشه؟ دقیقاً ره دیز می بمول. یه دونه دیگه حاجی نداریم که مشکی دیگه نداریم. اینو بدون که آقا من اصلا میگم بین دو تا ره یک پرده فاصله است باشه. تو این یک پرده به دو تا نیم پرده باید تقسیم شه که اون وسط یه نوت دیگه پیدا کنیم که کلاویه مشکیه که روی پیانو میبینیم، یا اگه داری نوت دو رو روی فرت بورد گیتارت میزنی میبینی که بین دوره یه پرده فاصله است. نوت دو فرت سه سیم پنجته، نوت ره فرت پنج سیم پنجته. این کلاویه مشکیه، این دو دیز ره بموله همون فرت چهار است که بینشه. بعد میایم رو چی؟ میبینیم ره دیز یا می بموله، بعد میرسیم به می. همینجوری که اینجا دو تا کلاویه سفید پشتم دیگه هم. بعد میام نوت فاه. اوکی آقا، می و فا نیم پرده بینشون فاصله است، هیچ نوت آنارمونی که بینشون وجود نداره. یعنی اصلا ما چیزی تحت عنوان می دیز و فا بمول نداریم ابدا مطلقا، به غیر از خیلی خیلی موارد محدود در یک سری نگارش ها در موسیقی کلاسیک که اصلا به کار ما دیگه نمیاد فعلا. اصلا کلاسیک زن است، اون که چه میدونم باخ و بتهوون و شوبرت و رخمانینوف و اینا رو داره دنبال میکنه که چه دنیای قشنگی هم هست. ببین بچه، شنیدن موزیک های مختلف واقعا کمکتون میکنه تو موسیقی، جمله یاد میگیرید. یعنی تو ممکنه یه موسیقی کلاسیک گوش کنی، یه ملودیش برات انقدر باحال باشه، یه ریف انقدر جذبت کنه که از همون مستقیما استفاده کنی توی یه ترک ترپ، توی موسیقی هیوی متال و برعکس. ممکنه پیانیست کلاسیک باشی، شنیدن یه موسیقی متال میتونه خیلی بهت کمک کنه، چون اصلا یه چیز جدید داری استفاده میکنی. داستان باحالی یه موسیقی کلاسیک نرمی این پشت پلی کردم براتون عشق کنیم گوش کن. پس من تا اینجا گفتم بین می و فا نوتی نیست، بعدش میام رو سول. بین فا و سول یه نوته، فا دیز سول بمول، سول و لا، سول دیز لا بمول، لا و سی، لا دیز سی بمول. دوباره اینجا میبینی بین سی و دو هم هیچ چیزی وجود نداره. اوکی؟ مثل همون می و فاه، این هم نیم پرده ایه. پس من امروز یاد گرفتم که نوت های موسیقی دو نوع فاصله بینشون وجود داره فعلا، یا فاصله هاشون یک پرده ایه یا نیم پرده ای. البته توی تئوری موسیقی کلاسیک، و حالا ما صرفا داریم اینجا به سازهای فرددار یا کلاویه داری مثل پیانو اینا صحبت میکنیم. یک سری سازها هستن که فرتلس بهشون میگیم، مثل ویالون، مثل ویالونسل. توی اون سازها نه، یه موضوع دیگه ایه که حالا من جدا از اون توی اینستاگرام و کانال تلگرام برات میذارم، میتونی بری اونجا راجبش مطالعه داشته باشی. فقط بدون اونها یک سری نوت‌های دیگه هم دارن، ولی من که گیتار میزنم، پیانو میزنم، با میدی کیبورد کار میکنم، اصلا با اونو فعلا کاری ندارم. اوکی؟ فواصل رو یاد گرفتی الان، خیلی راحته. ببین اگر به این تسلط برسی، این همیشه تو ذهنت باشه که بین می و فا نیم پرده است، بین سی و دو نیم پرده است و بقیه نوتا همشون با هم یک پرده فاصله دارن. به جرئت میتونم بهت بگم تو همین الان 30% راهو رفتی. یه فرق بین ماژور و مینور هارمونیک و پنتاتونیک و چه میدونم گامای بلوز و مودای کلیسایی اولین و فریژین و میکسولودین و یه فرق بین اینا برای تو هیچه، چون فقط ما از اینجا به بعد توی تئوری موسیقی میخوایم با این فواصل کار کنیم. ما وقتی میخوایم ببینیم آکورد مثلا دو ماژور یا آکورد سی میجور یا آکورد لا مینور
یا A minor چه فرقی با هم دیگه دارن؟ فقط سر فواصلشونه. بزرگترین کمک رو به من و خودت کردی که زمانی که میری ویدیو دوم رو ببینی روی فواصل دیگه فول شده باشی، کامل جز به جز، یعنی اصلا حتی بدونی که از سول تا لادیز چند تا نیم پرده ما فاصله داریم، چقدر فاصلهش رو نه خود امتحان بگیر. میدونی حالا من برات یه سری سوالا اینا تو کانال یوتیوب توی کانال تلگرام میذارم، میتونی بری اونها رو چک کنی. ولی مهمترین موضوع توی یادگیری موسیقی اینه که خودت از خودت یک سری چیزها رو بخوای. یعنی باید شروع کنی این کاری که میگم انجام بدی، از نوت سی بنویسی نیم پرده 32 که با هم فاصله نداشتن، بینشون چیزی نیست، صاف و ساده، روک و رو راستن با هم دیگه. بعد میریم دو تاره، یه نوت بینشون بود دو دیز ره بمول، ره تا می، ره دیز می بمول، می تا فا، فا تا سول، فا دیز سول بمول، می تا فا هم صاف و راستن با هم دیگه، روک و رو راست، همه چی پرفکت. سول تا لا، سول دیز لا بمول، لا تا سی، لا دیز سی بمول. اوکی، بعد دوباره اینو شروع کنی از ره بنویسی، از فا بنویسی، از هر نوتی بری بیای برعکسش هم خیلی کمکت میکنه، چون به یک تسلط میرسی. هر کاری رو بخوای یاد بگیری با تکرار راحت میتونی بهش برسی و یادش بگیری و نتیجه خیلی خوب و عالی ازش در بیاری برای خودت. پس چیکار میکنی؟ اسم نوتا رو خوب یاد میگیری، تمرینایی که بهت گفتم انجام میدی و فواصل بینشون رو فول میشی، رنده کن فواصلو دیگه، بدون اصلا آماده باش، جوری که فکر کن موقعی که میخوای ویدیو بعدو ببینی قبلش بعد یه امتحان بدی و اصلا سوال امتحانا اینه نوت لا تا نوت فا دیز چند پرده با هم فاصله دارن، سریع برام بنویسی. نوت می تا نوت مثلا سول بمول چند پرده فاصله دارن، سریع برام بنویسی. موقعی که فواصل رو یاد گرفتی بودو بیا ویدیو بعدی. موفق باشی.